برنامه رو من شروع کردم، خبرها رو تو شروع کن. خبر که دیگه خبر دیگه الان خبر روز این شوت بازی‌های پزشکیان، این کنفرانس مطبوعاتی که گذاشت بالاخره. واقعا من نمیدونم داستان چیه. این داره ادای احمدی نژاد رو در میاره، میخواد با رئیسی رقابت کنه. قضیهش چه نگاه چه پرت و پلاهایی میگه. قبل از طرح سوالم فقط یه نکته بگم. من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم همچنان. بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟ بازم هستم و بله تو شهر هستم. چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما. در حال مشاهده. ببینید الان رفتن نیروی انسانی به یمن با 1 هفته تأخیر شکل میگیره. یعنی انسان اینجا بخواد بره یمن اونقدر گیر میدن 1 هفته طول میکشه. این موشک چجوری رفته اونجا اینو ندیدن؟ از اون موشک ها ما اصلا تو ایران نداریم. ایران هایپرسونیک داره. نه از اون نوعش نداریم. ما هایپرسونیک داریم. ما اصلا موشک هوا کردن، اون موشک به اصطلاح پرتابی رو که به هر حال فرستادیم. اما چرا شوروی این کارو کرده؟ از اروپایی بپرسید که چرا ناتو میخواد بیاد مرز شوروی. چون قبلا قرار بوده که این کارا رو نکنن. خودشون پیمان شکنی میکنن، خودشون میان میگن حالا چرا پیمان شکنی کردی؟ روسیه نه اروپا، شوروی. باشه همونی که شما میگید. بیا شوروی و نمیدونم هایپ. ببین اصلا وضعیتی که حالا جالبش اینه که خود اصلاحاتی‌ها برای همین صحنه‌ها و همین مشنگ بازی‌ها قش و زف میکنن. آی دیدی چقدر ساده است، دیدی چقدر پرتابه. یه ذره عمیق‌تر نگاه کنیم. توی مبحث روانشناسی یه بحثی هست به نام دامبینگ داون، یعنی تظاهر به حماقت. من خلاصش کنم خودمونیش یعنی خرنمایی. این پزشکیان که برخلاف رئیسی که یه 6 کلاسه بود ادای فیلسوفا رو در میاد، دکترم به خودش بسته بود و میومد کلمات رو قلم به سلم میگفت و همین چیزایی که الان موضوع سوژه طنزه، این بهش گفتن اگه بری پرت و پلا بگی و خیلی چرت و چولا بگی جذابیتش ایجاد میشه. یعنی این مهندسی معکوسش کرده. مهندسی معکوس رئیسیه. برای همین چرت و چولاها رو میگه و میخنده و بقیه‌شون هم براش کف و دف میزنن و خودگویی و خودخندی. اما من به این پزشکیان و عظما و کل همونایی که براش کف دف میزنن میگم که کار نظام از این حرفا گذشته. فکر نان باش که خربزه آب است. نانم یعنی پیدا کردن یه سوراخ موش و دنبال کردن مسئله دو تابعیتی و خریدن ویلا در کجا؟ کانادا. بله. اونجا هم یارشون نمیدن. اونجا هم هست که جدیدن یارشون نمیدن. حالا قبل از این کنفرانس مطبوعاتی کذایی پزشکیان یه سفرم رفت عراق. دستاوردهای این سفره چی بود؟ دستاورد مهمترین دستاوردی که داشت که هم رسانه‌های اینوری رژیم هم اونوری رژیم روش تاکید کردن شیوه راه رفتن پزشکیان تو عراق. راه رفتن؟ بله راه رفتنش، یعنی زبان بدنش. همچین میگه انگار دستاورد کمیه. ببین یه جوری راه رفته که این مهره ریزشی باند مقابل چی گفته، توییت هم کرده، از روش میخونم که امانت داری کرده باشم. میگه زبان بدن و نحوه راه رفتن پزشکیان شباهت عجیبی به زبان قیصر داره. زبان بدن قیصر. زبان بدن قیصر. بیچاره قیصر اگه میفهمید 50 سال بعد یکی بخواد بیاد ادای راه رفتنی در بیاره مثل پزشکیان، همون اول فیلم میرفت خودش رو به برادران آبانگول معرفی میکرد، میگفت منو بکشید. ولی خداوکیلی دستاوردی که تو راه رفتن باشه دیگه دستاورد نیست، پاآورده. این هم انعکاسش تو فضای مجازی. ولی بعد از اینکه این پزشکیان برگشت از عراق یه نشست خبری گذاشت، بعد اونجا یه صحبت‌های راجع به دستاوردها کرد دیگه. گفت آقا چیا به دست آوردیم و اینا. خودش زیاد رو راه رفتنش به عنوان دستاورد تکیه نکرد. و یه چیز دیگه تاکید کرد. گفت من با عملیات چند وجهی و تعویض لباس و تعویض و تغییر قیافه رفتم زیارت کردم. این دستاورد کمیه. یعنی زیارت چند وجهی. دیگه رو این که حرفی نداره.
نه دیگه اصلا مگه یعنی دستاورد قبول داری اینو دستاورد؟ ولی صبح اون شب که اونجا موندیم، صبحش دیگه برای نماز پا شدیم و رفتیم زیارت حضرت ابوالفضل العباس و اونجا خیلی راحت‌تر تونستیم بریم و زیارت کردیم. البته یه مقدار قیافمون رو عوض کردیم، یه کلاه گذاشتیم، یه ماسک زدیم تا بتونیم مردم رو اذیت نکنیم. واقعا مردم اذیت میشن وقتی که این ازدحام شکل میگیره. حالا تنها سوالی که باقی میمونه اینه که تو این سفری که رفتی پس ملاقات با مراجع شیعه چی شد؟ داستان اختلاف سر اروندرود چی شد؟ قضیه کاهش تنش تو اربیل چی شد؟ اون میلیاردها دلاری که تو عراق مسدود شده بود چی شد؟ همش راه رفتن و همش زیارت؟ میلیارد دلار نمیدونم، اما من اون دستاورد راه رفتن میگم تو میگی پا آورد، بعد عملیات چند وجهی رو میگم تو میگی. خب یه دستاورد دیگه رو میکنم. یکی از دستاوردهای مهمش که بازم تو رسانه ها خیلی بهش پرداختن این که به عنوان شاگرد شوفر نشست بغل استاندار بصره که اگه یه روزی در رفت عراق بتونه با همون استاندار بصره تو خط عمار و بصره با هم مسافر کشی کنن. یادت میگفتم پزشکیان برنامه نداره؟ کی میگفت؟ خودش میگفت دیگه. اصلا برندش بود، هر جا میگفت من آدمیم که برنامه ندارم. الان معلوم شده برنامه داره، اونم چه برنامه؟ ببینیم چیه برنامه. صحبت این بود که چرا ما مسلمانان نمیتونیم از افغانستان، از پاکستان سوار قطار بشیم بیایم ایران، بعد بریم کربلا، بریم نجف، از اونجا بریم مدینه، بریم مکه، یا از اون طرف بریم به استانبول. یا کشورهای اسلامی چرا یه چنین شبکه‌ای رو ندارن و یا نمیخوان و یا نمیتونن درست کنن؟ حالا همه مشکلات مردم حل شده، فقط مونده مرزا رو بردارن. ببین این حرف انقدر چرت و چولا بود، همین کارشناسایی که پول میگیرن به به چه چه کنن دادشون در اومد، گفت این مزخرفات چیه میگی؟ یعنی اونا هم دیگه نتونستن این حرف مزخرف اینو مال کشی کنن. البته پزشکیان از این طرح‌ها زیاد داره. یکی از طرح‌هاش که خیلی صدا کرد این بود که گفت میخوام کارخونه ها رو از تهران بردارم ببرم لب دریا. نگاه کنیم با زبان خودش. تولید از تهران بکشید بیرون ببرید لب دریا، هم راحت‌تر جنس میتونید بیارید، هم راحت‌تر جنس میتونید صادر کنید. من نمیفهمم چرا داریم تهران رو به این شکل گنده میکنیم و تولید رو میاریم اینجا و بعد از یه مدتی هر دولتی بیاد امکان پشتیبانی از شما را در آب و برق و اینا البته از این طرح‌ها تو نظام زیاده. من یادم اون اوایل مثلا 20 سال پیش گفته بودن آقا ایران کویر لوتش خیلی بزرگه، بعد چون شوره‌زاره نمیشه کشاورزی کرده بود. یکی از این کارشناسان مثل پزشکیان که خب مدلشون زیاده گفته بود خب به جاش خیار بکنیم که خیارشور در بیاد، دیگه نخوایم فرآیند خیارشور سازی استفاده کنیم. رفسنجانی دیگه بالا دست همه اینا در اومد، گفت بریم، یعنی خودش گفت من میخوام دریای خزر به خلیج فارس وصل کنم، ولی نمیدونست که استخر فرح در انتظار است، خیلی دنبال چای آبکی نره. یعنی میخوام بگم این طرحهای هپروتی تو نظام زیاده، ولی این مشخصا این طرح و پزشکیان بعد از شب نشینی با عظما و یک سفر فضایی وقتی برگشتم به ذهنش زده. یعنی پایین طرحهای پامنقلی. میگم الان قیافه رئیسی تماشاییه، میگه ما هلیکوتلت شدیم، پزشکیان اومد زد و برد. نه اتفاقا خیلی از پزشکیان راضیه. چرا؟ میگه همه جوره داره جای منو پر میکنه، هم در زمینه مشنگ بازی، هم در زمینه فامیل بازی و دادن مناصب به دختر و داماد، و جدیدن هم در اومد که جمیل علم‌الهدی هم نقش اساسی داشته در انتصابات. در همه زمین‌ها پر کرد. ندیدی مگه این دفعه تمام اهل و عیالشو قطار کش کرده بود، برده بود دخترشو، پسرشو، داماد. فکر کنم اون نوه هم که تو سوپرمارکت باشه اونم برده بود. حالا یه سری بزنیم به این داستان وفاق. قبلا میگفتیم قطار سری و سیر رئیسی، حالا الان آیتم ثابت برنامه میشه وفاق. البته وفاق که نبود دیگه، گفت شقاق هم الان نیست، الان رسیدن به مرحله واق. حالا یه نمونه از همین واق هایی که شما گفتی، این جریان انتصاب های پزشکیانه. یکی رو به نام علی احمد نیا منتسب کرده به عنوان
در واقع سرپرست امور اطلاعاتی دولتش. بعد کیهان اومده بهش توپیده که آقا چرا این کاری که این فتنه‌گر بوده، این اصلا کفش دزد بوده که اومدی پیش نمازش کردی، کفش دزد رو نباید پیش نماز کرد. من در این زمینه با کیهان موافقم. طبق شرع خامنه‌ای کفش دزد یعنی رزومه کفش دزدی چیز نیست، کافی نیست برای امام جماعت شدن. امام جماعت باید باغ گیلاس 1000 هکتاری رو اختلاس کنه تا تو ازگل، اونم تو ازگل نه همه جا، تا صاحب این رزومه بشه که بشه به عنوان امام جماعت. تازه یه همچی آدمی رو میکنه امام جمعه نمره موقت صدیقی. یعنی اصلا نباید کفشکن رو گذاشت امام جماعت، چون تو سر صدیقی میخوره. کفش دزد بله. باغ دزد باغ گیلاس، یعنی تو سر صدیقی میخوره. بله. آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم، برای هم پرونده درست نکنیم، دل هم را به یکدیگر چرکین نکنیم، همدیگر رو پامال نکنیم. در این شرایط باید چشمهامون رو باز کنیم و بدانیم با چه خطری مواجه هستیم، چه آتشی ما را تهدید میکنه. تازه میگه وقتی دارم باغ گیلاس رو میدزدم پامو نگیرید، اذیت هم نکنید، بذارید درست حسابی بدزدم. گفته آبرومو نبریم. آخه شیخ بی سواد، تو اگه آبرو داشتی که امام جمعه خامنه‌ای نمیشدی. کامنت جمله این هفته رو من میگم اول تا آخره، چون اصلا تو گلوم گیر کرد. نوآوری داری میکنی. بذار اول توضیح بدم بعد یه جملهشو بگم. یه جانوری هست به نام مجید عشقی که این رئیس وام عشقی هم گرفته که البته میگن که وام اول نمود آسان ولی افتاد مشکلات. این عشقی رئیس سازمان بورس بوده در زمان رئیسی. وقتی فضاحت شروع شده استفاده داده اون میره مقام بالاتر میگیره. تا اینجاش که طبیعیه، خب یه مدیری تو رژیم باید اختلاس بکنه. اما اومدن گفتن که این در مدتی که این کاره بوده 29 میلیارد تومان خرج غذاش بوده. من میگم آخه خامنه‌ای مگه نمیگی سال جهش تولیده؟ خب این پول یک گاوداری باز می‌کردی مسئله گوشت مملکت حل می‌شد. ریختی تو شکم یابو که چی بشه آخه؟ نه اصلا خودش با این اشتهایی که اینا دارن، خود اون هیئت مدیره بورس خودش گاوداریه. بله گاوداری، تو گاوداری که فقط همش ضرره برای مردم. حالا که تو خودت خبر رو گفتی و کامنت یه جمله‌ای، منم یه اشاره میکنم به یک کامنت کاربران فضای مجازی که عکسی از همین عشقی نوشتن و اون محل مهرش، اون داغ رو پیشونیش که اون ترانه میگه داغ رو پیشونیاتونو، مساحت 12 سانتی متر مربع است، قیمتش 27 میلیارد ریال. من سر این جای مهر بگم الان چینی‌های دستگاهی ساختن که هر دفعه میتونی جای مهر تو عوض کنی بر اساس برند. مثلا مال این الان پهنه، ممکنه فردا جای مهر نازک مود بشه. به اندازه اختلاست هم از اختلاس میره بالاتر، قطرش بیشتر. بعضیاشون رو نگاه میکنی انگار نارنجک چلتیکی اینجا منفجر شده، تا اینجاشون جای مهره. مهر اینقدر تا اینجای دفعه جای مهر. از اینکه این هفته هم با کامنت همراه بودید از شما متشکریم و تا دیدار بعد خدا نگهدارتون. شاد و خرم و سرفراز باشید.